جوانا در یک مصیبت دیگه غرق هستن که شهوتشان که غلبه میکنه، خودتان میفهمید که چی مصیبت است. زنگ میایه میگه چی چاره کنیم؟ رای آسان و شمیس، یعنی با کافر رزمیدن، زن شکنیز گرفتن، خلاص. یعنی رای آسانش است، رای آسانی که از غم خلاص. یرید الله اراده میکنه لیبین لکم، به شما بیان کنه شریعت و دین ده، و یهدیکم، شما را هدایت دهد، سنن الذین من قبلکم، طریق آنانی را که پیش شما بودن انبیا، در تحلیل و تحریم شما با اینا اقتدا کنین، و یتوب علیکم، الله به قبول توبتان رجوع کنه، والله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است، والله یرید ان یتوب علیکم، الله اراده دارد که بالای شمایان چی کنه؟ رجوع به قبول توبتان. خوب دقیق شو. منگ قرنگ مرا سعی کو که خوابت گم شوه. تکبیر. تمام خواستایی که دنیای دشمن داره، گی دموکراسی، گی آزادی، گی تساوی حقوق زن، گی نقض حقوق زن، گی تخطی حقوق بشریت، گی منع قصاص، تمام امی خواستا چی است؟ خواست خدا چی است؟ اردو خواسته بفهم، بعد بین اردو چی کو؟ مقایسه، فکر کو. والله یرید ان یتوب علیکم، الله می خواهد که گناه شما را ببخشد، توبه شما را چی کند؟ و یرید الذین یتبعون